سلام، خیلی خوش اومدید به ویدئوی دیگه. امروز با هم دیگه قراره یه کلاه لئونی بهاره و تابستونه ببافیم که خیلی هم ترند این روزا، خیلی پینترستیه، در عین حال خیلی مینیمال و خیلی خوشگله. وسایلی که لازم داریم باقی مونده یارن آرت جینز پلاس ویدئوی قبلی، پروژه هفته پیشو لازم داریم، یه دونه قیچی و یه قلاب شماره 4. خب برای شروع یه دونه گره میزنم، شروع میکنم به زنجیره زدن. 4 تا زنجیره میزنم. خب 4 تا زنجیرمو که زدم میخوام یه حلقه درست کنم. قلابمو از زنجیره اول رد میکنم، نخمو میگیرم، از حلقه روی قلابم رد میکنم، 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. میخوام توی این حلقه 17 تا پایه بلند دیگه بزنم که با این 3 تا زنجیره بشه 18. نخمو دور قلابم رد میکنم، وسط زنجیره هامو وسط حلقمو پیدا میکنم، نخمو میگیرم، 3 تا حلقه دارم، نخمو یه بار از 2 تا رد میکنم، 2 بار از 2 تا رد میکنم، اینجوری یه دونه پایه بلند میزنم. دوباره نخمو دور قلابم میندازم، میرم توی حلقه، نخ میگیرم، 3 تا حلقه دارم، یه بار از 2 تا، 2 بار از 2 تا. توی این حلقه من 18 تا پایه بلند میخوام، 3 تا دارم، 15 تا دیگه پایه بلند توی همین حلقه میزنم. شما هم بزنید، وقتی که تموم شد میبینمتون. خب وقتی که 18 تا پایه بلندم رو زدم توی این حلقه، میخوام دایرمو ببندم. میام قلابم رو توی زنجیره 1 2 سومی رد میکنم، نخ میگیرم، نخمو از حلقه روی قلابم رد میکنم. برای ردیف دوم 3 تا زنجیره میزنم. میخوام افزایش داشته باشم یکی در میون، پس آماده پایه بلندم میشم، میام توی همین گره‌ای که زنجیره زدم نخ میگیرم، یه بار از 2 تا رد میکنم، 2 بار از 2 تا رد میکنم. گره بعدی توش یه دونه پایه بلند ساده میزنم، افزایش ندارم، ولی چون افزایشم یکی در میونه، الان یه دونه افزایش داشتم، یه ساده، پس بعدی افزایشه، یعنی توی گره 2 تا پایه بلند میزنم. توی گره بعدی یه دونه پایه بلند و همینجوری یکی در میون تا آخر ردیفم. توی یه گره 2 تا، توی یه گره 1. به آخر ردیف که برسم باید با یه گره تک پایه بلنده تموم شه، یعنی قبلش بعد افزایش داشته باشم و توی این یه دونه. تا آخر ردیف همینجوری یکی در میون ببافین، تموم که شد میبینم. وقتی که ردیف دومم با یه دونه پایه بلند ساده تموم کردم، 1 2 3، قلابم از زنجیره سوم رد میکنم، نخمو میگیرم، از حلقه روی قلابم رد میکنم و اسلیپ استیچ میزنم. برای ردیف سوم 2 تا 1 افزایش داریم، پس 3 تا زنجیره میزنم با عنوان اولین پایه بلندم. آماده میشم، اولین افزایشم رو توی همون گره میزنم که یه پایه بلند میزنم، باز 3 تا زنجیره میشه 2 تا پایه بلند. توی 2 تا گره بعدی توی هر کدوم یه دونه پایه بلند میزنم. دو تا پایه بلند معمولیمو که توی 2 تا گره پایین زدم، توی گره بعدی افزایش دارم، 2 تا پایه بلند میزنم. یه دستم اومده دیگه، پس توی 2 تا گره بعدی توی هر کدوم یه دونه پایه بلند. تا آخر ردیف همینجوری 2 تا 1 افزایش میدم. 2 تا گره آخر ردیفم میشه 2 تا پایه بلند معمولی توی 2 تا گره. وقتی
وقتی که ردیف سومم من با 2 تا پایه بلند عادی تموم شد، میام توی زنجیره سوم، نخمو میگیرم، از حلقه رد میکنم. از این ردیف یعنی ردیف 4 به بعد ما قراره یه حالت مشتور ببافیم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلندم. توی همین گره 2 تا پایه بلند دیگه میزنم که بشه 3 تا. اینجا 3 تا پایه بلند دارم، یه دونه زنجیره میزنم، یه گره جا میندازم، توی گره بعدی 2 تا پایه بلند میزنم. دوباره یه زنجیره میزنم، یه گره جا میندازم، توی گره بعدی این بار 3 تا پایه بلند میزنم. سه تا پایه بلندمو که زدم، دوباره یه زنجیره، یه گره جا میندازم، توی گره بعدی 2 تا پایه بلند میزنم. همین جوری تا آخر ردیف بین 2 تا پایه بلند و 3 تا پایه بلند همین جوری عوض میکنم. یه بار 2 تا پایه بلند میزنم، یه بار 3 تا پایه بلند میزنم. بین همه پایه بلندام یه دونه زنجیره میذارم و توی گره های ردیف قبلی هم وقتی که یه دونه زنجیره میزنم یه دونه گره جا میندازم. ببافین تا آخر ردیف. وقتی که تموم شد میبینمتون. وقتی که ردیفم تموم شد، اگر که درست بافته باشین با 2 تا پایه بلند توی گره یکی مونده به آخر تموم میشه که بعدش یه دونه زنجیره میزنم، میام توی زنجیره سوم اسلیپ استیچ میزنم و کارمو میبندم. برای ردیف 5 4 تا زنجیره میزنم. 3 تا از این زنجیره ها به عنوان یه پایه بلند حساب میشه. آماده یه دونه زنجیرم برای فضاشه. آماده میشم برای پایه بلند. میام توی این فضای یه دونه زنجیره 3 تا پایه بلند میزنم. بعد از 3 تا پایه بلندم یه دونه زنجیره میزنم و توی همه فضاهای یه دونه زنجیره ردیف قبلم 3 تا پایه بلند میزنم تا آخر ردیف. 3 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره، توی فضای بعدی 3 تا پایه بلند. توی گره ها چیزی نمی بافم بچه ها، فقط توی فضای یه دونه زنجیره. بین 3 تا پایه بلندامم یه دونه زنجیره است، میام توی فضا. چجوری ردیفم تموم میشه؟ با 2 تا پایه بلند توی فضای آخر که با 3 تا زنجیره‌ای که زدم اون اول میشه 3 تا پایه بلند. ببین توی هر فضای یه دونه زنجیره 3 تا پایه بلند میزنم، میرسم به اینجا توی این فضا 2 تا پایه بلند میزنم که با این 3 تا زنجیره اینجا میشه 3 تا پایه بلند. وقتی که ردیفمو تموم کردم با 2 تا پایه بلند که با این 3 تا زنجیره میشه 3 تا، میام توی زنجیره سوم قلابمو رد میکنم، اسلیپ استیچ میزنم. وقتی که اسلیپ استیچ زدم میام توی فضای یه دونه زنجیرم یه اسلیپ استیچ میزنم، 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. 2 تا پایه بلند دیگه توی همین فضا میزنم، میشه 3 تا پایه بلند. توی 2 تا فضای بعدی هم این کارو میکنم، یعنی ما 3 دسته 3 تا پایه بلند و یه دونه زنجیره داریم. اولیشو زدم، دومی و سومیشم میبافم. خب وقتی توی 3 تا فضا توی هر کدوم 3 تا پایه بلند و یه دونه زنجیره زدم، برای فضای 4م
2 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره و 2 تا پایه بلند توی همون فضا میزنم. 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند دیگه. این شکلی. حالا توی 2 تا فضای بعدی توی هر کدوم یه دونه زنجیره میزنم، توی هر کدوم 3 تا پایه بلند یه زنجیره میزنم. خب وقتی که توی 2 تا فضای بعدی هم 3 تا پایه بلند یه زنجیره زدم، توی فضای سوم دوباره میخوام این کاری که توی فضای 4 این دسته کردم و انجام بدم. یه دونه زنجیرم رو زدم، 2 تا پایه بلند یه زنجیره، 2 تا پایه بلند توی همین فضا میزنم. خب وقتی که زدم دیگه همین دسته 4 تایی و 3 تایی تکرار میشه. یعنی توی 3 تا از فضاهای بعد توی هر کدوم 3 تا پایه بلند و یه دونه زنجیره میزنم. توی فضای 4 میام 2 تا پایه بلند یه زنجیره، 2 تا پایه بلند یه زنجیره میزنم. توی 2 تا فضای بعدم بعد دسته 4 تایی میشه دسته 3 تایی. توی 2 تا فضا 3 تا پایه بلند یه دونه زنجیره میزنم. توی فضای سوم 2 تا پایه بلند یه زنجیره، 2 تا پایه بلند، دوباره 4 تایی و دوباره 3 تایی. یعنی این دسته 4 تایی و این دسته 3 تایی رو تکرار میکنم تا برسم به فضای تک زنجیره آخر که با یه دونه 2 تا پایه بلند یه تک زنجیره 2 تا پایه بلند تموم میشه. ببافین، به این آخر که رسیدین میبینمتون. وقتی که ردیفم تموم شد با 2 تا پایه بلند تک زنجیره 2 تا پایه بلند تموم میشه. یه دونه زنجیره میزنم برای ساختن فضای بین این دوتا. میام توی زنجیره سوم قلابم رو رد میکنم، اسلیپ استیچ میزنم. این معمولا برای یک کف سر استاندارد دیگه اندازه است. حتی مثلا من برای خودم میبافم یک مقدارم فضا داره. حالا چی کار میکنم؟ 4 تا زنجیره میزنم. دیگه از اینجا به بعد ردیفام عادیه. توی هر فضا 3 تا پایه بلند یه دونه زنجیره بینش. 4 تا زنجیره میزنم به عنوان آخرین پایه بلند این فضا و یه دونه زنجیره برای این قسمت. میام توی فضای اول 3 تا پایه بلند میزنم. سه تا پایه بلندمو که زدم یه دونه زنجیره میزنم و تا آخر این ردیف توی هر فضا 3 تا پایه بلند، بین 3 تا پایه بلندا یه دونه زنجیره. ببافید به آخر ردیف که رسیدید میبینمتون. یادتون نره که توی این فضای بین 2 تا پایه بلندم 3 تا پایه بلند یه دونه زنجیرمو میزنم و جاش نمیندازم. وقتی که به آخر ردیفم رسیدم میبینیم که داره خودشو جمع میکنه. میام 3 تا زنجیره میشمارم توی زنجیره سوم، کارمو میبندم. میام توی فضای یه دونه زنجیره اسلیپ استیچ میزنم و این ردیف آخر رو بچه ها 3 بار دیگه ادامه میدم که ردیف سادم، ردیف 3 تا پایه بلند یه دونه زنجیره سادم با این ردیفی که بافتم بشه 4 تا. وقتی که توی زنجیره سوم از 4 تا زنجیره اسلیپ استیچ میزنیم، میایم توی فضای یه دونه زنجیره هم اسلیپ استیچ میزنیم. اگر که نه مثل ردیف بعدی اینجا شروع شد 4 تا زنجیره میزنیم، میایم توی فضای بعد. پس 3 تا ردیف دیگه 3 تا پایه بلند یه دونه زنجیره ببافیم که با ردیفی که الان بافتیم بشه 4 تا. وقتی که تموم شد 4 تا ردیف میبینمتون.
خب وقتی که 4 تا ردیف سادمون تموم شد 3 تا میخوام ردیف پای کوتاه ببافم، اما مدلی که پای کوتاه همو میخوام ببافم فرق میکنه. حالت عادی یه دونه زنجیره میزنم، میرم توی خود گره، نخمو از اینجا میگیرم. میخوام پای کوتاه هم حالت زبدری بشه، پس به جای اینکه نخمو از قلابمو از پشت نخ بندازم، از جلوی نخ میندازم، نخمو میگیرم، 2 تا حلقه دارم، از 2 تاش رد میکنم، میرم توی گره بعدی. به جای اینکه این شکلی نخو بگیرم، از بالای نخ میگیرم، از 2 تا رد میکنم. این شکلی یه حالت زبدری میده پای کوتاه هم بهم. حالت عادی وای نمیسه. میام توی یه دونه زنجیرم، باز قلابم رو رد میکنم، نخم و همونجوری که بهتون گفتم میگیرم، از 2 تا حلقه رد میکنم. توی تک تک گره ها و زنجیره ها پای کوتاه میزنم، اون مدلی که بهتون گفتم، تا این زنجیره با اسلیپ استیچ توی گره اول میبندمش. 3 تا ردیف دیگه پای کوتاه میبافم. ببافین. 3 ردیف تموم شد، میبینمتون. وقتی که 3 تا ردیف پای کوتاه زدم، ببینین اون مدلی که پای کوتاه زدیم چقدر فرق میکنه. یه حالت زبدری میشه، خیلی بانمک میشه. 3 تا ردیف که تموم شد، توی گره اول یه اسلیپ استیچ، 2 تا زنجیره و نخمو قیچی میکنم. از توی حلقه درش میارم، سفتش میکنم و بقیه نخمو توی کارم قایم میکنم. خب اینم از این. یه کلاه خیلی شیک و مینیمال و خیلی قشنگ. امیدوارم که ببافینش، دوستش داشته باشین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. اگر هم سوالی دارید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.